ویانا پایتخت اتریش باری دیگر میزبانی نشستی از چهره‌های مخالف سیاسی حکومت طالبان است. این نشست که پنجمین نشست روند ویانا محسوب می شود با حضور رهبران جبهه‌های مخالف طالبان، شماری از سیاستمداران افغان، فعالان مدنی و زنان برگزار شده و هدف آن ترسیم نقشه راه آینده افغانستان عنوان شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در این نشست 2 روزه که به روز سه‌شنبه 18 فبروری آغاز شده، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت و محمد یاسین زیا رهبر جبهه آزادی افغانستان نیز شرکت کرده اند. جبهه مقاومت افغانستان که از برگزار کنندگان این نشست است، در بیانیه‌های در صفحه ایکس منتشر کرده است. روند ویانا را چتری برای هماهنگی دیده‌های مخالفان طالبان دانسته و اعلام کرده که چنین نشست‌هایی برای بحث درباره آینده افغانستان، حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومت همشمول ادامه خواهد داشت. این جبهه روند ویانا را مشابه روند دوحه توصیف کرده، اما ادعا کرده که روند دوحه به عادی سازی طالبان کمک کرده است، در حالی که نشست‌های ویانا برعکس بستری برای تبادل دیدگاه‌های مخالف طالبان با مالکیت‌های هم افغان‌ها است. برخی از شرکت کنندگان نشست‌های قبلی روند ویانا از حضور در نشست پنجم خودداری کرده اند. روند ویانا پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال 2021 آغاز شد و تاکنون 4 نشست برگزار کرده که میزبانی آن را انستیتوت امور بین المللی اتریش بر عهده داشته است.